برای ضبط صدای پیرامون خودتون از دستگاه 7750 به این صورت کار میکنید که یک دکمه دو حالت بالا دارید که روی آف و آن قرار میگیره. برای شروع به ضبط فقط کافی روی آن قرارش بدید و بعد از زدن 3 چراغ قرمز دستگاه شروع به ضبط میکنه و برای خاموش کردن فقط کافیه که دکمه رو به سمت آف هدایت کنید و تمام اطلاعات روی خودش ذخیره میشه. جهت این که بخواید صداها رو از طریق هندزفری بشنوید فقط کافیه که پورت رو وارد کنید، هندزفری رو متصل کنید، دکمه رو به سمت آن قرار بدید و با استفاده از دکمه‌های مثبت و منفی میتونید صداهای ضبط شده رو گوش بدید. برای خاموش کردن باز هم دکمه به سمت آف و هندزفری رو خارج میکنید. جهت فعالسازی سنسور اتوماتیک ضبط صدا بر روی این دستگاه فقط کافیه زمانی که صدا رو دکمه دستگاه رو به سمت آن قرار میدید دکمه منفی رو همزمان 4 ثانیه نگه دارید. چراغ پشت دستگاه نوتیفیکیشن شما میده که نشون میده دستگاه رفته روی سنسور ضبط صدا و این چراغ رنگ آبیه. برای خاموش کردن باز دکمه رو به سمت آف هدایت میکنید.